سلام بچه ها. بار ورودی از فیدر وارد فک میشه و به دو قسمت، یکیش میره برای سرند نرم و خاک‌ها، یکی هم میاد داخل سنگشکن فکی میرزه. فیدر همون کار تغذیه رو انجام میده و منظم دهی بار و اینا رو تنظیم میکنه، بار به صورت منظم بده. بعد نرماش از اینجا میره اینجا یه سرند میشه. محصول سرند مستقیم میره تو سیلو محصول و درشتهاش دوباره برمیگرده میاد به همین نواری که محصول سنگ شکن فکی نوشتم روش، به همین نوار برمیگرده جلو. محصول سنگ شکن فکی میشه تغذیه سنگ شکن ژیراتوری، همون سنگ شکن ثانویه‌ای که داخل مدارمون قرار داره. این برگشتی درشتهایی که از اون سرن میاد دوباره به این نوار میپیونده و میشه تغذیه ژیراتوری، همون سوپریور. یا سیلو محصولمون رو نشون میده. یه شوت شلواری داریم، دوتا بین دوتا ژیراتوری بار رو تقسیم میکنه و سنگ‌ها رو به خورده ریسترها تبدیل میکنه. دوباره خروجی ژیراتوری ها که این باشه دوباره میاد سر راهش یه سرند قرار میگیره و محصول سرند دوباره میره برای سیلو محصول. برشتاش دوباره میره برای یه سنگ شکن دیگه، اما سنگ شکن هیدروپون باشه. اینجا بار سرند میشه، درشتهاش از نرمه ها جدا میشه و درشتهاش از اینجا میره برای هیدروپونا، بار ورودی به هیدروپونا. اینا محصولمونه. دوباره این محصول هم میره میریزه به همون سیلو محصولمون. دو تا سرند جلو راه ژیراتوری قرار داریم، دو تا سرند هم جلو راه هیدروپونا. این روند ادامه پیدا میکنه تا بار به اون حد حسابی که میخوایم، به اون سایزی که میخوایم برسه و برای سیلو. بله. بار ورودی هیدروکنول دوباره میاد سر راهش یه سرند قرار میگیره و این روند همینجوری ادامه داره تا محصول نهاییمون آماده باشه. انشالله در قسمت بعدی بعد محصول رو بهتون نشون میدیم. بار میره وارد آگلومراتور میشه، یه سری فرایند سیانور پاشی روش انجام میشه و ادامه روند رو داریم. لطفا سابسکرایب و زنگوله رو بزنین تا از قسمت بعدی جا نمونید. با تشکر از شما عزیزان، ادامه فیلم رو مشاهده کنید.